بچه غذای ما حاضر شد. ولی برنج رو نگاه کنید خدایی چه برنجی درست کرد مامان. آره برنج کتر رو آره خیلی هم برات خوبه. خیلی این خیلی خوشمزه تره، خیلی خوشمزه. به یه دونه بخور. بخور. مرسی. بچه نگاه کنید ما اینو وقتی فصلشه تره خام میخوریم. دوست ندارم مثلا علی مرغ باید خیلی صاف باشه، یه ذره یا محمد مرغ باید صاف باشه. امیر مثلا چیزای امیر ولی محلی خیلی دوست داره. آره. آقا دل خوب بر خودت آشپزی میکنی. دیگه من میخوام بچه تو بیام یادتون بچه. کار خوبی میکنی. بچه‌ها خوب هستین؟ سلام بچه‌ها خوب هستین؟ خیلی ممنون، سلامت باشه ان شاءالله. به خوبی خوش. بچه‌ها امروز ما می‌خوایم یه گوجه خورش محلی، چون اون زمان زیاد مرغ گوشت که نبود. ما گوجه خورش درست می‌کردیم، باقلا خورش درست می‌کردیم، بادام جنورقه درست می‌کردیم. مرزا قاسمی همین غذاها بودن. زیاد اونجوری مرغ گوشت نبود اون زمان. بعداً الان می‌خوایم امروز گوجه خورش درست کنیم. حالا دو گوجه خورش با مای شور دوست دارین، با مای خشکم هست، فرقی نمیکنه. ما امروز ستاره گفت دیگه گوجه خورش ما مای شور نمیخوریم، امروز ماست برانی میخوایم درست کنیم، بادام جون سیر با ماست. خب بچه‌ها منم این ورم سلام میکنم به همگی. امیدوارم که این ویدیو رو ببینید و لذت ببرید. امروز خواستم جایگزین بشم، عادل رفته اون سمت دوربین. امیدوارم که دوست داشته باشید این آموزش رو. خب مامان جون شما یکم چون دستم در میکنه، آقا عادل برای مادر رنده میکنه. دستش در نکنه. دستش در نکنه. آقا عادل مادر تو اینجوری گوجه خورش درست میکنی؟ مامانم درست میکرد ولی من اصلا دوست نداشتم گوجه خورش. ما دوست داریم. من بعد ازدواج گوجه خورش میخوردم. من نمیخوردم اصلا. بچه‌های ما هم نمیخوردن، بچه‌های ما هم هیچ کدوم دوست نداشتن. مرزا قاسمی که اصلا سیمین اصلا دوست نداشت. نه من ولی خیلی آخه میدونی چی ما دوست نداشتیم که خب دوست داشتیم ولی خب چون زیاد میخوردیم شاید به خاطر اونه که مثلا خب دیگه تنوع غذایی کم بود. اون زمان بابا زیاد کار نداشت، ما واسه ما زیاد خوب نبود. بعد من 2 بچه داشتم، بابا سربازی بود، بعد اومد کار نبود، بعد یه ذره همین کار سیگار فروشی میکرد، نفت باربار میکرد اون زمان. نفت باربار. بعدا دیگه رفت کارخانه اردگاندم، از اول پایه کارخانه اردگاندم اینا اونجا بودن. بعدا دیگه وضع ما یه ذره بهتر شد از نظر غذایی. اون زمان گرانیم نبود ولی خوب بود. بعضا مثلا همین چون تعداد بچه‌ها زیاد بود باید یه غذایی بودیم، 2 نفر خودمون، بعدا 7-8 نفر بودیم، خب خرج زیاد بود. آره. ما مثلا بیشتر اوقات همین گوجه خورش و باقلا خورش ترش داره که من بلد نبودم. یه روز درست کردم آقا عادل، من شوهرم با دیک انداخت آیا یه همون بود که من درست میکردم. خب حالا برای گوجه خورش چه غذایی؟ بعضیا نمیدونن اصلا گوجه خورش چیه، چون تهرانیا به همین گوجه سیر میزنن، تخم مرغ میگن املت، اونا میگن املت، در حالی که ما گوجه املته که خالی گوجه رو رنده میزنیم، فقط فلفل نمک و تخم مرغ. گوجه خورش ما چیکار میکنیم؟ گوجه رو رنده میکنیم، یه خورد ریز خورد میکنیم. آره. بعدا این که پخت سیر سرخ کرده میزنیم، بعد سیر سرخ میکنیم، سیر میزنیم، تخم مرغ مثلا یه دونه تخم مرغ ما میزنیم. آره کم میزنیم. آره ما کم میزنیم، حالا شما زیاد آوردین تخم مرغ. ما قیامتی زیاد ما یه دونه میزنیم. خب بعد همین مثلا مای شور درست میکنم. ماییم که اون زمان نه کولی بود. آره. کولی شور کوچولو. اونم خیلی خوشمزه. آره اونم خوشمزه. الان یه دونه دارم، خواهرم به من یه دونه داد. یه دونه دارم. بعدن اون کولی شور بود. مثلا با پلو خیلی برنج خیلی میخوردیم، یه ذره خروش خیلی برنج میخوردیم. ما خودت چه غذایی بیشتر دوست داری؟ من خودم باقلا خروش دوست دارم، غذای ملس دوست دارم. مثلا فوزنجون یه قیمه مثلا ملس باشه، اونجوری ترش باشه، شور باشه، مثلا زیاد نه. مثلا ملس دوست دارم. حالا یه غذا بیشتر باقلا خروش دوست دارم با مرزا قاسمی. این محلی بود. اگه یه غذا بخوای انتخاب کنی که خیلی مثلا از همه غذا بیشتر دوست داری چه غذاییه؟ پیاز خورش. پیاز خورش. بچه قبلا آموزش هم گذاشته، شما هم خیلی استقبال کردید و خوشتون اومده. آره پیاز خورش دوست دارم. آره عادل تو چه غذایی؟ من که لوبیا بلوزی. آره. من خورش کرفس منو خیلی دوست دارم. آره. ما خورش کرفس خوردی تا حالا؟ من تا حالا نه، ولی دوستم دارم. خانمی بعدی برای من 2 بار داد.
خوشت اومد؟ خیلی خوشمزه درست غذای کرد. آره. خیلی خوشمزه، ولی مرغش زیاد کرد. گفتم خانم میادی به طور خدا مرغ نبره. من چون این مرغ رو زیاد دوست ندارم، اینا رو کباب دوست دارم. بقیه اینجور محلی تو. محلی خیلی دوست دارم. آره خب حالا خورش گرفت هم با مرغ درست میکنن هم با گوشت. ما مثلا همیشه با ما همیشه با گوشتشو درست میکنیم. خیلی خوشمزه است. آره خیلی مقوی و خوشمزه. خیلی خوشمزه، آره خیلی خوشمزه. بابا که نمیخورد بابا خورد. فکر می‌کنی بابا چه غذایی رو بیشتر دوست داره؟ خیلی بابا غذای مثلا باقلا فروش یک بار، هر غذای بابا یک بار دوست داره بخوره، هر غذای میخوره ولی یک بار. آره مثلا منظورت اینه که مثلا دوبار نمیخوره، مثلا خوشش نمیاد. خب ما هم خوشمون نمیاد. من خوشم میاد 10 بارم باشه من خوشم میاد. فوزونجا مثلا 10 بارم یخچال 10 روزم باشه یا باقلا فروش من اونو میخورم. مثلا حالا فکر کنید چه غذایی خیلی بیشتر دوست داره؟ تو مثلا گفتی پیاز خورش رو دوست داری. بابا مثلا عادل لوبیا پلو دوست داره. فکر می‌کنی مثلا بابا چی دوست داره؟ بابا سبزی قرمه دوست داشته باشه. اونم هر غذای دوست داره ولی یه بار میخوره، بیشتر نمیخوره. ولی من 10 بارم باشه من میخورم. بله در جریانی. بله من غذا را یه ذره بیرون نمیذارم. میدونم حیف و میلش نمیکنی. خب اون موقع مثلا قدیم چون مثلا بادمجون و گوجه رو مثلا اینا رو خود تولید میکردین. آره زیاد میخوردین. آره بله خودمون درست میکردیم. خب میدونی آره مامانت باغ خیلی علاقه داشت. گوجه بادمجون و اینا رو تو باغ باقلی پچ باقلا مازندرانی اینا رو خودش میکاش. مثلا بیشتر اوقات غذای ما این بود. محلی. آره محلی اساس بود. مرغ و گوشت زیاد میگم. الان اونجوری بچهای من مرغ و گوشت دوست ندارن. مثلا علی مرغ باید خیلی صاف باشه یه ذره. یا محمد مرغ باید صاف باشه. امیر مثلا چیزای امیر ولی محلی خیلی دوست داره. آره امیر دوست داره. من واقعا الان مثلا مرغ و گوشت دوست دارم همون بدون استخونش دوست دارم. محلی تو که اصلا نمیخوردی. صداره که اصلا هر غذایی نمیخورد. برای من میرفتم بیرون صداره برای خودش درست میکرد. هر غذایی که میلش بود درست میکرد. صداره نمیخورد. ولی بچهای ما میخوردن. امیر ما محلی دوست داره. صداره ما اجرا. اکرم دوست داره. بقیه بچه‌ها هیچ کدوم محلی دوست نه. محمد تازگی میخوره. محمد اونقدر دوست نمیده. دوست نشتی. خب حالا عادل جون شما داری اونو رنده میکنی. آره. بعد حالا گوجه برنجم شستم دستت در نکنه. گوجه خروش باید با پلادمی باشه. من هیچ موقع پلا رو آب نمیکشم. برنج آب نمیکشم. چون برنج آبکش دوست ندارم. خودت دوست نداری دیگه نمیکشی. نه سالهای مثلا خیلی حال میده. ولی مزه داره. نه دمی بیشتر مزه داره. آره. خب شما برنج رو میخوای بذار رو گاز. باش. عادل شما هم که اینو داری رنده میکنی باید بذاریم رو گاز. درسته؟ رنده کنم؟ آره دیگه. اون چیز. آره اون چیزی نیست که. خب عادل جون چه حسی داری؟ کنار مامان داری آشپزی میکنی؟ امروز پیش مادر زنش هست. آره. گوجه خروش خودش داره. گوجه خروش خیلی حال میده. آره منم خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. حالا بچه‌ها من میدونم تو اصلش واقعا نیست. خب من اینو از مامان مریم یاد گرفتم. داخلش یه دونه پیازم رنده میکنه. ملس میشه. آره خیلی طعم خوبی میگیره ولی تو اصلش نیست. جان یه دونه پیاز ذره ملسش میکنه. نه اینو همینجوری درست میکنیم الان. خب منم برم این بادمجونا رو بچه‌ها بیرون کبابی کنم. بیرون من میتونم والا بیرون اونجور نه. نام چیه؟ الان میرم درستش میکنم. جان ولی کلا پیاز به همه چی حال میده. آره خداییش حال میده. خب من اینو برم کبابی کنم و تا غذا حاضر میشه ماستمونم حاضر شه. سلام بچه خوبی؟ گوجه خروش ما در حال جوشه. ما یه مقدار زردچوبه میریزیم، یه مقدار فلفل میریزیم، بعد نمک، گوجه خروش حتما باید روغن جامد بیبه، بگنه روغن مایه مزه نداره، مزهش خوب نیست، باید روغن جامد بیبه. الان سیر سرخ کرده میزنم زیاد بکنم صدا یه هر چقدر خودت دوست داری بریز، هر چقدر که خودتون بریز. این سیر، اینم روغن جامد.
میرم چون این روغن حیفه قاشق متوجه شدم به خاطر همون داری خب تا که این گوجه رو میذاری روی حرارت ماما؟ این یه نیم ساعتی باید بمونه قشنگ جا بیفته. آره این گوجه خیلی هم آبدار نیست نه، بچه‌ها. گوجه اگه آبدار آبدار بود آره. باید بذاری یکم آبش قشنگ کشیده بشه از اون نه حالت خامی این یه در نیم ساعت میمونه. تو این فاصله آره هم همه چیه برنج بکنی. و آره گذاشته برنج که- منم نگاه بکن برنج دمی بنم انون گوجه خروش. الان یه دونه مای شور دارم کلی شور دارم اینو میذارم که برای عادل دوست دارم. نه همون بورانی همون خوبه به خوبی خدا نه، نه نه. نه نه آره ما میریم حالا بادمجون رو چیز کنیم بریم این برای خودش کم کم جوش میکنه ما بریم بعدم جون درست کنیم. آقا دل خوب بر خودت آشپزی دیگه میکنی من میخوام بچه تو بیام یاد کنم بچه کار خوبی توی میکنی سکوت یاد میدم زیاد حرف نمیزنم. بچه ها تو همینو دوست دارن میگن تو خیلی پرحرفی به خاطر همون تو بیا حرف میزنی دیگه خوبه تو دیگه. بیا جای من نه بابا کجا خوبه خودم هم ناراحت میشم از وقتا تو فیلم ها ای ور به زحمت عادل این پیکنیک رو روشن کرد به خاطر اینکه اصلا نمیدونم یه آشغال مشکلی گیر داشت کرده تو چرا با آره. در نمیاد رو باید ما تعمیر بشه. بادمجون رو اینجوری کبابیش کنید بعد پوستش رو بکنید قلفتی من فریزر داشتم بادمجون ولی گفتم تازه بهتره شغلی بزرگ میخواست آره و این بادمجون هم بزرگن آخه. چوب آتیش اینطوری خیلی بیشتر باید بابا نمیدونم کجا فکر کنم قصابی آره بچه‌ها فصلش که بشه بابا حالا فکر کنم اون چی میگم بذره چی میگم بهش اونا رو میگم نگاه کن اونا که اونجان فصلش بشه بابا اینجا قشنگ خیار میکاره دلمه فلفل دهانه‌هایی دادن به تازه دادن آره ولی بهش نرسیده کشیده. بابا این سری ببین اینجاش نه آفته. برگر قدیمی شافت نیست اه. این پرتقاله یا نارنج که نارنجه. نداریم نارنج نداری؟ نه ما نارنج نداری پرتقاله پرتقال؟ آره ما نارنج نداریم بچه اینجا هم که چیزه اسمش یادم رفت انجیر گلابی هم داریم اینجا درخت گلابی هم داریم الان اینم نمی‌دونم. خیارا بکنم اینا اول گوده اسم خیاره حالا بابا اینا رو به فصلش قشنگ میکاره دیگه اینجا محصول ارگانیک داریم همیشه هر سال بابا این کارو میکنه یه ذره حیات داریم ولی نهایت استفاده رو بابا از این میکنه دیگه انجیر هم داریم دیدی انجیر رو؟ ندیدم انجیر بزرگی بکنم گلابی هم باید در میاد باشه در نیمده؟ نمیدونم هر سال یکی دو تا بکنم در میومد چیزی نیست حالا بیا اون بادمجونه میسوزه فلفل نخواستی برای خودمون داریم میچرخیم نه میکاره همیشه هم این قسمت جای فلفل دلمه‌ای بعد فلفل خوراکیه حالا اینجا هم یه چیزی کاشته نمیدونم چی یاده اون برگ پهنی داره آره مامان خلاصه کار خودش رو کرد آره برای دلش عادل طاقت گذاشتم. نیاورد عادل کلی دوست داره یه دونه داشتم دونه بذار ما 2 تا گاز داریم بچه‌ها یکی بیرونه که این چیزایی که اینجوری بو دارن و آره سرخ کردنیه بیرون سرخ می‌کنیم ببینم که همسرت باقالی آورده اون یادت نره من امسال اصلا نخریدم آخه الان زوده این باقالی تره پلو. ببین بغل مازندرانی خیلی تره خیلی خوشمزه خیلی خوشمزه آره خیلی هم برات خوبه آره، خیلی این خیلی خوشمزه تره خیلی خوشمزه به یه دونه بخور. بخور بخور مرسی بچه‌ها نگاه کنیم ما اینو وقتی فصلشه تره خام میخوریم بعدش هم که برای باقالی پلو آره. خشکش هم که بارها گفتم برای مخلفات محلی جاتون واقعا خالی جای امیرجون خالی خیلی باقالی دوست داره خیلی دوست داره و حتی اینم خیلی دوست داره کلی امیر خیلی دوست داره خیلی دوست داره بچه چی گوجه خوریشی شد
چه گوجه جای خورشی. شما خیلی خیلی خالی. انشالله ایران بیاییم ما به شما برای شما درست کنم. آره حتما. صدر 5 تا زیاده صدر. خب کمتر برید 4 تاه. کمتر برید آره. 2 تا نگم. خب 2 تا بریز. 2 تا بار. تخم مرغ که حاضر بشه دیگه دیگه غذا آماده. از همکاری عادل خوشت اومد. میخواد بعد از این دیگه عادل بیاد به جای من؟ بله آقا عادل طلا داماد نریم طلا داریم. خیلی آقا عادل خوبه. همون تو داماد هم خوبه ولی آقا عادل یه چیز دیگه رو میگه. آقا عادل مادرش پدرش عالی خدایی خدا حفظشون کنه. خدایشون بداره به حق علی برادرش اصلا عالی خانواده خیلی خوبی ما داریم. چه حسی داری وقتی یکی اینقدر ازت تعریف میکنه؟ خدایی از تای دل گویم خانواده میدونه خدا خانواده طلا. حالا بریم به وقت بورانی درست کردن بورانی. الان چی بودی بورانی؟ کی بونی؟ سلام بچه‌ها، من ندیدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تا اینجای ویدیو لذت برده باشید. بادم جون و عادل جون کبابی کرد. منم پوستشو قرفتی کندم ولی چون دونه داشت هیچی ازش نموند. کلا بادم جون کبابی اینجوریه وقتی کباب میکنی اصلا بیجون میشه، چیزی ازش نمیمونه. الان جان گوشتار نیه. آره نه نیستش. محلی ها خیلی عالیه. من محلی گفتم تو فریزر بود ولی گفتم تازه بیارم حالا تازه باشه. بعد از اینکه پوستشو کندین اینجوری با گوشکوب لهش کنید. مامان داره زحمت میکشه، سیر اضافه میکنه. بعد این ماست یونانی، حالا ایران هستید که مطمئنا این ماستو حالا دیدید یا مطمئنا خوردید. اگه اهل ماست باشید، سیمینم که عاشق ماست. انقدر این طعمش خوشمزه است، انقدر خوشمزه است. یه طعم خامه‌ای خیلی باحال داره. ترکیب ماست یونانی با بورانی بادمجون عالیه. یونانی و بورانی. آره یونانی بورانی به هم جوره. من تو ماست بورانی دوست دارم. من خیلی دوست دارم. من اصلا غذای محلی عاشق غذای محلی. چشمم روشن. یه روز پشت دوربین بودم قشنگ با دومادش خوب خلوت کرده میگه بعد از این آره با عادل برنامه بذارم. باشه میرم یه کانال دیگه برای خودم میزنم. این کانال رو واگذار میکنم به مامان و سیمین و عادل. من عادل یه کاری بکنیم. والا این بادمجون خیلی زیاد نیست. ماستو به خاطر همون نصفشو میریزم دیگه خیلی روش زیاد میشه. هیچ طعمی نداره. بچه یه خاطره برای شما تعریف کنم. من تعدادم زیاد بود بغل خروش خیلی آب میریختم. بعدا این آب که میریختم بچه ها عاشق آب بودن، مخصوصا امیر من محمد ما عاشق آب بود. علی صداره اصلا قیافش نگاه نمی‌کردن ولی به اکرم ما بچه های من خیلی سه تا بچه ها خیلی دوست داشتن، آبدار دوست داشتن. بعد بچه ها گفتن چرا اینجوری درست میکنیم؟ گفتم چون تعداد زیاده و یه بغل بس بیاد دیگه خانم. هر یه قاشق یه ملاقه باید آب باشه برای اینه. بعد دیدم از شوهرم خجالت میکشیدم که اون نگه آب داره تا اون میومد من نصف آب با لیوان میخوردم. چه کاری میکرد؟ واسه همین من غذای آبدار دوست ندارم دیگه. یا مثلا برنج کته دوست نداشتم. مثلا 5 سال من یادمه با عادل زندگی کردم. عادل برنج کته نمیخواد، میگفت دوست دارم. من اصلا دلم نمیخواد. بعد مامان نرمم درست میکنی. من خیلی برنج نرم و شل دوست ندارم ولی ماما اینا دوست دارم. من محمد عاشق پلوی نرم. عادلم خیلی برنج نرم دوست داره. آره دوست داره. بچه‌ها به همین شکل که میبینید بادمجون کبابی، ماست، کمی نمک، حالا فلفلم میتونید بریزید. ماما بعضیا گردو هم میریزن. اینقدر خوشمزه میشه. مثلا ریز ریز حالا نه همینجوری میگم مثلا طعم خوبی داره. خب ماما این سیر خیلی زیاده. اینو رنده نداری چیز کنم؟ چرا رنده داره؟ آره بسه. یه بعد خیلی طعم سیر میگیره. بس سیر خامم کسی زیاد سیر دوست داشته مثلا من سیر زیاد میرزم من. آره تو الان دیدم تو گوجه خورش دم قشنگ قاشق پر سیر. آره من زیاد.
حالا شما میتونید سیر ذره رنده ریز کنید. ما رنده همون درشته. آره رندریز ندارم. این هم از مخلفات غذا. واقعا قدیما الان داشتم به عادل میگفتم چقدر زحمت میکشیدن یه نهار میخواستن درست کنن. خب خیلی اونا مثلا اونقدر امکانات نداشتن که بتونن همه چی داشته باشن داخل فریزر آماده مثل الان. بعد از طرف از صبح که بیدار میشد مخصوصا تو روستاها مثلا حالا همین ماست بورانی خودش کلی زمان میبرد. یعنی حالا بادمجون رو کبابی کن، خورد کن، ماست اضافه کن، نمیدونم حالا مثلا یه غذایی میخوان درست کنن مثلا تازه برو از باقالی بچین، بیا پوست بکن، بعد باقالی خورش درست کن. خیلی زحمت میکشیدن. واقعا الان خیلی همه چی آسون شده، همه چی تو دسترسه. منم مثلا یه وقتا خیلی پیش نیومده آماده چیزی بگیرم، ولی همین پیاز سرخ کرده، سبزی سرخ کرده کلی آدمو جلو میندازه دیگه. من همیشه به اکرم میگم مثلا برام آماده کنه نگه دارم که یه موقع عجله میخوام غذا درست کنم داشته باشم. من نمیدونم شما کدوم دسته از دوستان هستید، اونایی که همه چی آماده در اختیار دارن سریع غذا درست میکنن یا نه همه چی دوست دارن تازه باشه. بچه‌ها اینم کلی کولی شیر سرخ کردی دست درد نم کولی چون سیرش خیلی زیاده من دیگه همون یه مقدار بستم. خیلی عطرش چه عطری داره. تو دوست داری آده نه؟ مامان میگفت تو دوست داری؟ نه خوش نداره شور. خب این هم از ماسته. برای چند ساعتی توی یخچال میمون خیلی بهتر بود که قشنگ. خب دیگه تا غذا آماده بید. خب دیگه غذا الان فکر کنم غذا حاضره. آمادی آره. ماستمون هم سرد. بمونه مثلا مواد بخوره. جا میفت. اصلا غذای ما حاضر شد. ولی برنج رو نگاه کنیم خدایی چه برنجی درست کرد مامان. برنج کته رو برگردون. خیلی با. سلام خوبی بچه گوجه خورش ما ببین چقدر خوش رنگ. ما این با برنج دمی کلیشور باقلا مازندرانی ماست بورانی سیر ترشی ادب سیر ترشی عجب سیر ترشی 7 ساله میگه سیر ترشی مشخصه. 7 ساله این دوستم میماندم دستش من لیاقتش رو درست کردم این چرفیه دست در نکنه. بچه خیلی امیدوارم شما رو خوش به میسداری حمایت بکنید آقا عادل حمایت بکنید شما دستار نکنه یک دنیا از شما ممنون انشالله همیشه خوب و خوش ببید به حق فاطمه زهرا تن سالم دل خوش بدره شما خانواده مره. بچه اگه راضی بودید من باشم واسه حتما کامنت بذاریم واسه من. اگه بچه‌ها راضی بودن دیگه میای دیگه من این کانال رو واگذار کنم. باش. بچه من به اون داماد من خدایی خیلی خوبه حتما نه حمایت بکنید از دستونه اصلا انگوشت هر یک انگوش 1000 تا چی به هنر بده خدایی. این از ماست کارتی. بورانیمون. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید، لذت ببرید و حمایت کنید و لایک کنید. اگر خورش مرا خوش به گوجه خورش اب برنج محلی و حتما امر اجر بکنید. خوش به ما امر اطلاع صداری اطلاع بدید. آره اطلاع بدید به من. خیلی خیلی دوستتون داریم. تا یه ویدیوی دیگه. خیلی شما را دوست داریم. خدا حافظ. ان شاء الله تا ویدیوی دیگه. دست بزنید کوکو شما اجر کنیم. حتما خداحافظ. خدا. خب بریم که غذا بخوریم که گشنمونه.